خواهران اسیر، من مجاهده ام و از کفار ترسی ندارم و نه از زور و تصویرشان هراسی دارم و نه از مکر و فریبشان هراسی دارم. من چنینم که می بینی و می دانی، از پاره پاره بودن لباس هایم، از سردی زمستانم و از گرمای جوشان تابستانم، از تشنگی هایم، از ناله و فریاد هایم، از جفاهایم، از بیبند و باری هایم، از شکوه و شکایت هایم، از فراق و غم و درد هایم، از لقب هایم چون زنان داعشی، زنان خوارج، زنان عقب مانده، زنان عصر اولیه، زنان پس رفته، زنان چرگ و امثال آن. نه از غیرتم کاسته و نه از شجاعتم. من آهنینم زیرا همسرم شهید، فرزندانم بی سرپرست و خودم بی کس و تنها در 4 دیواری ها و کنج زندان حبس شده ام. از گرسنگی هایم گرفته تا ظلم و ستم و شکنجه و تجاوز که بالایم صورت می گیرد، ذره ای از ایمانم را سست ننموده، زیرا به این یقین رسیده ام که جرمم ایمان به یگانگی الله و شهادت دادن بر این که بجز از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری بر حقی نیست. جرمم کفر ورزیدن به همه تواغیت دنیا، تسلیم نشدنم در برابر باطل و انحجابم که تیری است بر چشمان شهوت پرستان. جرمم این است که مایلها راه را طی نموده ام، خانواده و دوستان و قصرهای سر به فلک کشیده ام را ترک کرده ام تا در زیر پرچم توحید زندگی کنم. جرمم این است که هیچ گونه نظامی را بجز از نظام الهی نمی پذیرم. جرمم این است که مانند شهسواران امت از مرزهای اسلام دفاع نموده و خون می دهم. بیشترین این امت ما را به جرم احساساتی بودنمان تحقیر نموده و گمان می کنند که تمام منشأ و بدبختی این روزگارمان به خاطر جوش احساساتمان است. نه خیر، ما راضی هستیم و هر نوع مشکلات و دردی که از جانب الله باشد تسلیم هستیم و به فراز و نشیب‌های زندگی خود در برابر متحد شدن نیروهای کفر سرخم ننموده ایم و هرگز نخواهیم کرد.